این دیگه فال نیست، یک هدیه است از قلب حافظ برای تو. درود دوست عزیزم، دلارا هستم و امشب انگار حافظ میخواست با تو حرف بزنه یا با من و ناخودآگاه اصلا خواب از سرم پرید و اومدم بنویسم، ولی کتاب حافظ کنارم بود و یهو قلبم کشیده شد سمت حافظ. بریم ببینیم. من امشب نیت کردم برای خودم و تک تک شما دوستان و بریم ببینیم حافظ چه جوابی برامون داره. البته این هم باید ذکر کنم، بعضی از دوستان از من خواستن که جواب فالها رو میبینم جدا جدا بگم، یعنی مثلا کاری، مهاجرتی، احساسی، در هر زمینه های مختلف. منتها توی ویدیو شورت واقعا امکانش نیست بخوام به صورت کامل توضیح بدم. به همین دلیل من در قسمت ویدیو شورت یه چیز کلی براتون بیان میکنم، ولی در قسمت ویدیو چون میتونم بیشتر از 3 دقیقه صحبت بکنم اونجا قرار میدم. اگه مایل بودین ویدیو خیلی بزرگ سعی میکنم نشه، سعی میکنم کوتاه باشه، حداقل مثلا شعر رو همون 2 بیت اول بخونم، فقط تفسیر رو کامل براتون بدم که شما دوستان استفاده ببرید. وقتتون رو نمیگیرن، تایممون داره میگذره. میریم سراغ کاسه تبتیمون. از طریق کاسه تبتی به شما حس آرامش بیشتر و تمرکز بین مغز و قلب به وجود میاد و به شما کمک میکنه. مثلا تو اون ویدیوی بلندتر من سعی میکنم تایم بیشتری اون زدن کاسه تبتی رو داشته باشم تا شما دوستان در آرامش بیشتری گوش کنین و وقتی به آرامش میرسین مسلما تمرکزتون بیشتر میشه و ارتعاش هم، صدام که ارتعاشه و میتونه پیام رو مستقیم سریعتر برسونه و چون من دارم فالو میگیرم بتونیم با هم یک دل بشیم و فالو رو بگیریم. به امید خدا بریم برای فال. بریم وصلشیم به کاسه تبتی برای آرامشتون و یک قلبم هدیه کنین به قلب حافظ. بریم. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. ساقی بیا که از مدد بخت کارساز، کامی که خواستم ز خدا شد میسرم. دوست خوبم، بخت یارت شده و آرزوهات یکی یکی برآورده میشه. شکرگزار نعمتهای خدا باش، متواضع باش. روزگار روز خوشش رو نشونت داده، مبارکت باشه. تفسیر کامل رو میذارم